سوال اول. حضرت یوسف علیه السلام چند فرزند داشت؟ دو فرزند. سوال دوم. نام پسران حضرت یوسف علیه السلام چه بود؟ افرایم و منسی. حضرت یوسف علیه السلام با چه کسی ازدواج کرد؟ این سوال رو شما پاسخ بدهید. اگه تا اینجا برات مفید بوده، لایک و فالو رو بزن. بریم سراغ سوال بعدی. سوال چهارم. حضرت یوسف علیه السلام در کدام شهر به مقام عزیز رسید؟ مصر.